با سلام. امروز جمعه 18 خرداد 1403 هست. یکی دو روز دیگه شورای نگهبان به وزارت کشور اسامی افرادی که صلاحیتشون مهرز شده برای شورای نگهبان رو معرفی میکنه. افرادی که میخوان در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری پیش رو با هم دیگه رقابت بکنن. حالا در این ویدیو چه خبر هست؟ فعلا تحرکات انتخاباتی از طرف کاندیداها یک چند روزیه که ما چیز خاصی نمیبینیم. در این ویدیو ما میخوایم بدونیم که اعضای شورای نگهبان چه افرادی هستند و علاوه بر این که بدونیم که کلا شورای نگهبان در مسئله تایید اون چیزی که مرسوم هست میگن تایید صلاحیت ها یا رد صلاحیت ها، اینجوری مهرز شدن احراز صلاحیت برای اعضای که 6 نفر فقیه هستن، 6 نفر حقوقدان که حالا اینا با چه روندی بررسی میکنن. جلسات داخلی دارن. این تصاویر که میبینید مال همین چند روز قبله. اینجا ما میخوایم اعضاش رو آشنا بشیم، چون ببینید این انتخابات مخصوصا این انتخابات مهمترین رویداد شاید چندین دهه گذشته باشه، چرا که آنچنان در واقع تاثیرگذار خواهد بود در سرنوشت همه افراد که افراد نمیدونن. الان مثلا مردم رفتن دنبال مثلا این موضوعی که تو موبایل اومده مثلا کلیک میکنن مثلا چه اتفاقی میفته، خیلی مهمه. بعد همه مردم هم اسم شورای نگهبان شنیدن اما نمیدونن که مثلا اعضای شورای نگهبان چه افرادی هستن. مثلا شاید آقای جنتی آقای کد خدایی رو بشناسن یا آقای نظیف که ایشون مثلا به عنوان سخنگو هستش. آقای عرافی هم کم و بیش افراد میشناسن و آقای سید احمد خاتمی. خب حالا اینا رو ما به صورت اجمالی میخوایم آشنا بشیم، ولی تحرکاتی در حوزه رسانه ها طرح شده مخصوصا امروز. حالا من باید اینو تحقیق بکنم ببینم که این از منع قانونی داره یا نداره. رسمیه. الان شما من سرچ کردم شورای نگهبان یه اون مطلب اومد، این پابلیک اینفورمیشن بود. امروز یک در واقع یک شنیده شد که افرادی مثلا یک نامه‌ای گویا مثلا نوشته بودن، یا حالا اون تصویر مثلا هوش مصنوعی یا هر چیزیه درست شده، ساختگی واقعیه. در حول محور اون الان یک افراد دارن نظریه‌هایی میدن. دیگه اول باید بررسی بکنم ببینم که این قابل انتشار در محیط پابلیک مدیا هست یا نه. و علاوه بر اون یک شخص دیگه‌ای به اسم آقای حسین صارمی یک در اون برنامه مثلا توییتر اسپیس ایکس چیه یک لیستی منتشر کرده با هشتگ غیر رسمی، نوشته که افراد تایید صلاحیت شده. بعد یک تعداد افرادی هم منتشر کرده. این رو آقای به اسم امیر وظیفه شناس در کانال خودش منتشر کرده. اینا فعالین سیاسی هستن. اینا بیشتر شنیده هاست، اینا بیشتر جنبه تبلیغاتی رسانه‌ای داره. این همین کاری که من اینجا دارم میکنم. در همین جایی که دارید میبینید نوشته که سیاسی با همین علامت آپارات. چرا آپارات در یوتیوب من کانال دارم موضوعات سیاسی خبری رو بررسی میکنم، بررسی که نه اطلاع رسانی میکنم و علتش هم فقط همین چون بازدید این مطلب الان زیاده. ببین من لباسم مثلا پوشیده هستم یکم مثلا مرتب‌تر چون موضوع جدی هستش، وگرنه مثلا موضوعات مربوط به حواشی هنرمندان و ورزش و اتفاقات ورزشی و اینا هم بهش میپردازم. اما الان همین جوری که من به بهانه اینکه سرچ کلمه شورای نگهبان طی این چند روز بالا خواهد بود اومدم ویدیو درست کردم، همون افرادم در همین در واقع موج خبری اطلاعات، چون گوش مردم تیز میشه تو دوران انتخابات، میان یه چیزایی رو منتشر میکنن. معلوم نیستش که واقعیت داشته باشه واقعیت نشته باشه، نیت اون افراد چی هست. اینو از این جهت بعد یه قرار صبر بکنم ببینم که چی پیش میاد. خب این یقم بسته است، چون که من نگرانم این که بعداً بخوام تایید صلاحیت بشم، اگه بخوام وزیر بشم در کشور ایران. من خیلی دوست دارم کاش من وزیر جنگ میشدم. مثلا ما وزارت جنگ نداریم، ولی مثلا وزارت جنگ داشتیم، من وزیر جنگ میشدم، خیلی عالی بود. هر روز یک جنگ برام مینداختم. شوخی دارم میکنم. خب عرض به حضور محترمتون این که خب پس این موضوع نامه رو در همین جایی که دارید میبینید، چه در آپارات چه در یوتیوب، یک پلی لیست باز میکنم همین موضوع مثلا انتخابات. اونجا بهش اگه امکانش بود من ویدیو درست بکنم بهش میپردازیم. خب اعضای شورای نگهبان امروز جلسه داشته. امروز کنم روز پنجم باشه، ببین روز دوشنبه یا سه شنبه، فکر میکنم روز سه شنبه باشه، روز دوشنبه. طبق این تقویمی که اینجا میبینید وزارت کشور اسامی روز قبلش
بهشون ابلاغ شده از طرف شورای نگهبان و اینا میان اعلام میکنن از فرداش هم انتخابات تبلیغات در واقع شروع میشه. یه جدول دیگه هم هست ببینم درست گفتم، بله 22 خرداد وزارت کشور اعلام میکنه، پس روز قبل شورای نگهبان لیست رو منتشر کرده. خب ببین آقا جان، فلسفه شورای نگهبان از دید این مسئله احراز صلاحیت خیلی اینو نمیدونن. یه قسمتش این بوده، اون اولش فکر میکنم اینو من خیلی وقت پیش فکر کرده بودم، جدا از بحث این که مثلا حالا مصوبات مجلس باید در شورای نگهبان بررسی بشه و غیره، از منظر نظارت بر مسئله احراز صلاحیت دارم عرض میکنم. فلسفهش این بوده، خب دقت توجه کنید، خیلی جالب اتفاقا افراد به این نگاه نمیکنن. بیشتر مثلا تو انتخابات مجلس مثلا این میتونه نمود پیدا بکنه یا حالا فرق نمیکنه. اون زمان سابق، زمان مثلا دولت بازرگان و غیره، در واقع این مکانیزمی بوده که این مکانیزم بتونه جلوگیری بکنه از اینکه اگر دولت، هر دولتی اگر بخواد در واقع مخالفین سیاسی خودش رو از طریق هیئت‌های اجرایی که حالا در شهرستان هستن، فرمانداری‌ها و غیره، اگر بخواد شورای نگهبان، اگر بخواد دولت دستگاه اجرایی، تو مجری انتخابات دستگاه اجرایی است دیگه، حالا تو ثبت نام مثلا بگی تو مثلا کپی شناسنامه‌تو نیاوردی، به این خاطر مثلا نمیتونیم ثبت نامت بکنیم، خب مثال دارم میگم، ولی به دلیل سیاسی، خب و مثلا جلساتی که با هم دیگه میذارن جلوگیری بکنن از ورود یک شخص به دلیل سیاسی، اون وقت شورای نگهبان جلوگیری بکنه از این کار، مثلا دعوت بکنه اون فرد ازش در واقع مستنداتی بگیره. حالا شورای نگهبان از طریق حالا دستگاهایی که در واقع دسترسی دارن به مسائل افراد کمک میگیره و نگاه میکنه به این مسئله که آیا این فرد واقعا، خب ما خیلی تو انتخابات دیدیم دیگه، مثلا تو مجلس افرادی مثلا در هیئت اجرایی شهرستان در روند ورودشون به انتخابات مشکل داشتن، بعد در استان به همین نحو، بعد شورای نگهبان اونجا ناظر داره در شهرستان و در استان، اینا میان مستنداتشون میدن به خود شورای نگهبان، شورای نگهبان میاد این مسئله رو بررسی میکنه. بارها دیدیم این اتفاق افتاده. خب یعنی یه مکانیزم خیلی جالبی بوده اون زمانی که ساخته شده، منطق خیلی جالبی داشته از این دید اگه نگاه بکنید، وگرنه اگر فقط قوه مجریه در واقع کاره در واقع این مسئله صلاحیت ها رو بخواد بررسی بکنه، چون هر دولتی یک دیدگاه سیاسی داره دیگه، خب میتونه مثلا فرض بکنید با دوستان خودش رو بیاره در واقع در روند انتخابات، حالا نه به صورت سازمانی، اصلا یه فرمانداری در یک جایی، مثلا مسئول معاونت سیاسی استانداری یک جایی، اینو در واقع جهتدار بکنه، اما شورای نگهبان میاد همه جوانب رو در ذهن. حالا این انتخابات، حالا چون هم ریاست جمهوری، این که گفتم من بیشتر تو انتخابات مجلس نمود پیدا میکنه، اما ریاست جمهوری خیلی گسترده تره. ما کلا نهایتا 80 نفر ثبت نام کردن و از این 80 نفر من فکر کنم مثلا بین 6 نفر 8 نفر 10 نفر مثلا تایید صلاحیتشون احراز بشه. خب این مسائل اینجوری کمتر داره، چون همه افراد رد بالای مدیریتی و سیاسی هستن و ناشناس که آنچنان نداریم. مثلا روند ثبت نام ها تو وزارت کشوری افراد ناشناس نبودن که مثلا کسی بیاد تازه بخواد شناخته بشه، همه افراد مشخص هستن. ولی خب در حال روندی داره که باید برسه به لیست نهایی. بعد به این سادگی نیستش که الان افراد بگن ما یه کسی بیاد در توییتر یه چیزی بنویسه بگه من میدونم در شورای نگهبان چه اتفاقی افتاده، این لیست نهایی است، حالا 2 روز هم مونده که لیست اعلام بشه و در واقع اینا بیان مثلا از الان میتونه گمان زنی باشه. مثلا گمان زنی باشه، ما میریم مثلا صحبت کنیم مثلا اگر آقای قالیباف باشه با آقای لاریجانی، مثلا آقای شریعت مداری رأی میاره یا نه، اینجوری بیشتر همین گمان زنی های رسانه‌ای که تو همه موضوعات هم هست، موضوعات داوری فوتبال هست، در موضوعات
مسائل مختلف هست. ایرانی‌ها دوست دارن مثلا تحلیل بکنن، وقایع رو پیش بینی بکنن و حدس و گمان بزنن. اینم با توجه به اینکه یک رویداد اجتماعی است انتخابات، اونم در سطح ریاست جمهوری، این مسائل طبیعیه. خب حالا به جای اینکه من الکی صحبت بکنم، لیست اعضای شورای نگهبان آشنا بشیم باهاش و این ویدیو رو ببندم تا من بررسی بکنم که مسائل بعدی رو میتونم دعوتش ویدیو درست کنم یا ثبت بکنیم به صورت رسمی فهرست منتشر بشه و خبرها و اینا رو بهش بپردازیم. واقعا نمیدونم چه کار کنم. کاش اینجا مثلا به صورت مثلا کلاب هاوس و اینا آدمایی که شما دارید میبینید میتونید اینجا صحبت بکنید درباره این موضوعات که گفتگو کنیم. خب با اینا آشنا بشیم لااقل که همه افراد میگن شورای نگهبان. الان همین این میزی که اینجا نشستن، این مال همین امروز تلویزیون پخش کرده بوده. این همین آقای نظیف هستش، صدا نداره این، نمیدونم چرا. نشستن و در واقع بررسی میکنن در واقع شکل در واقع اتاقی که هستن به این صورت هست، به شکل مجلس، اون ترتیبی که مثلا توی خبرگان هست نیست. خب آقایان ببینید این اعضای شورای نگهبان من از سایت شورای نگهبان آوردم. شورا دش، علامت دش آندرلاین نیست، خط تیره در واقع gc.ir فارسی ممبرز. خب بعد مال ادوار گذاشته، خیلی جالبه، خیلی جالبه. یعنی سایتشون من وارد شدم دیدم که خیلی فنی و جالب. مثلا اگه شما بخواید برید، مثال میگم، توی سایت خبرگزاری ارتش اینقدر مرتب نیست. این از روی خیرخواهانه دارم میگم، یعنی ارتش باید چند بار رفتم ببینم که مثلا اخبارشون به چه صورتی داره. مثلا آخرین خبرشون مال 5 ماه پیشه، مثال دارم میگم، اینو اغراق‌آمیز گفتم. این مقدار از نظر اطلاع رسانی این چقدر مرتب شده اومده اعضای شورای نگهبان بر اساس انطباق قوانین چند رسانه‌ای. حالا این فقها، حقوقدانان و اعضای سابق، این افراد 6 نفر حقوقدان هستن، 6 نفر فقیه. حالا روند اینکه افراد چجوری عضو شورای نگهبان میشن خارج از موضوع این ویدیو، اما آقای احمد جنتی که همه میشناسن، آیت الله احمد جنتی، آیت الله سید محمد رضا مدرسی یزدی، آیت الله مهدی شب زنده دار، توی این تصویر این افراد ببینید اینجا هستن، مال 3-4 روز قبله. بعد اینم جالب بود برای من که اینا مثلا کنار هم نمیشینن که بگن مثلا فقها این طرف حقوقداران این طرف. مال 15 خرداد این تصویر. این خودش جالب بود، من بتونم آشنا بشم در واقع با محیط جلسات شورای نگهبان به چه صورت برگزار میشه. خب همین دیگه، انتخابات دوران انتخابات باید دستاوردی برای ما داشته باشه، اینکه ما با این مسائل آشنا بشیم. اگر من مثلا 4 ماه پیش این ویدیو رو درست میکردم که بگیم مثلا آشنایی با اعضای شورای نگهبانی و آشنایی با شورای نگهبان، مثلا 20 نفر هم نمیدیدن، اما الان در موضوع سرچ انتخابات چون ترند هستش دیده میشه. خب آیت الله علیرضا عرافی که ایشون ما میشناختیم، همین چند روز پیشتر خبرهای مقدار تر شده بود، از اینجا دعوت کردن بیاد در انتخابات ریاست جمهوری. آیت الله سید احمد خاتمی که اینم دیگه افراد میشناسن، ایشون در واقع نماز جمعه تهران هم حضور دارن گاهی اوقات. آیت الله سید احمد حسینی خراسانی، این 6 نفر فقها بودن در واقع و درجهشون از نظر فقهی اجتهاد دیگه که همه نوشتن آیت الله. خب آیه عباس علی کدخدایی، دکتر عباس علی کدخدایی که ایشون قبلا در واقع سخنگوی شورای نگهبان بودن، الان ایشون هستش. آیه هادی توان نظیف که در رسانه‌ها میبینید، آیه دکتر سیامک رهپیک، آیه محمد حسین صادقی مقدم، آقای غلامرضا مولابگی و دکتر خیرالله پروین. خب حالا ببینم این افراد در تصویر هستند، اینجا بتونیم ببینیمشون. بله این افرادند که شما میبینید که دور میز نشستن. این مال روز 15 هم هستش. خب همین، من خواستم ببینیم که شورای نگهبان اعضاشون به چه صورت همین تصویری که شما میبینید اینا همون افرادن. 6 نفر شورای نگهبان حقوقدانند، 6 نفر فقیه. خب ما این آشنا شدیم و دیگه بکنم محتوای من درباره این ویدیو، موضوع این ویدیو فعلا تموم شد، تا اینکه بررسی بکنیم که چه موضوعات جنجال برانگیز رسانه‌ای که قابلیت اینکه اینجا در موردش بیایم اینجا
توضیح بدم من اینجا و بررسی بکنم موضوعاتی که چیز باشه دیگه از نظر مثلا عامه جالب باشه و علاوه بر این که منع قانونی هم نداشته باشه. الان من میدونم این نامه‌ای که منتشر شده نامه‌ای که مثلا چه افرادی گویا گفته شده که فرستادن به شاه نگهبان، اصلا انتشار این موضوع خودش غیر قانونیه. نه اینکه من انتشار کرده باشم و من که تو اینترنت عمومیه، اون کسی که منتشر کرده بار اول خودش این موضوع اصلا نه که منع قانونی داره، دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده داشته اون فرد. اگر این نامه در صحتش ما تشکیک نداشته باشیم، خب بعد خود این انتشار این مطلب میتونه مسئله باشه، یا همین فهرستایی که منتشر میشه میتونه مثلا مصداق در واقع کذبیات باشه اخبار. به خاطر همین هم اینا چون خودشون توییتری ان و زرنگن اینجا مثلا اومدن گفتن چی؟ طبق شنیده ها دیگه. من خودم این کارم دیگه، طبق شنیده ها این چنان گفته شده است، که بتونه در واقع یک گریز قانونی داشته باشه، بگی ما شنیدیم ولی خب شاید اشتباه شنیدیم، گفته شده، یک کسی گفته، حالا کی گفته نمیدونم، میگه گفتیم گفته شده، واقعا که نگفتیم حقیقت داره. که بیشتر اینا جنبه انتخاباتی داره، جنبه سیاسی داره، رقابتی داره. عرصه انتخابات دوستان آنچنان عرصه دوستانه ای نیست. باید باشه ها، باید دوستانه باشه، ولی زیاد دوستانه نیست معمولا در همین جهان. برای ما که اصلا نباید باشه. ما اینجا در واقع تاریخی داریم، حافظ، سعدی، افرادی که از اخلاق صحبت کردن، اون جایی که ماکیاولی و غیره بودن فلسفه سیاسی تبیین کردن، ولی اینجا نباید مثلا ما باید برادرانه نگاه بکنیم به مسائل. نمیدونم، حالا فعلا همین بود. الان محتوای من واقعا تموم شد. اگر این ویدیو رو متوقف نکنم ساعت ها هم صحبت بکنم. پس قسمت های بعدی اگر میبینید در آپارات و یا یوتیوب اینجا بهش میپردازیم اتفاقاتی که میفته. حالا این ویدیو رو من در یک جای جدید پیدا کردم، مثل ویراستی یک پلتفرمی مثل توییتر ایرانیه. در توییتر من هر دفعه حذف میکنن، در اینستاگرام هم همینطور. به خاطر دیگه اصلا قیدی زدم نرم یه جورایی در همین پلتفرم‌های داخلی که مثل توییتر مخصوصا. خب حالا اینستاگرامو من چیز میکنم، یکی از دوستانم در اندونزی هست، از طریق ایتا بعضی وقتا ویدیوها رو براش میفرستم. همین یوتیوب هم همینطور، دو اندونزیشون از طریق ایتا ویدیوهای منو دانلود میکنه، اونجا یه پیج اینستاگرام و یوتیوب بر من درست کرده، اونجا منتشر میکنه. ولی خودم در همین آپارات و همین برنامه هایی که اینجا هست مثلا روبیکا و همین ویراستی خیلی جالبه، جامعه جالبی داره، همون مثل توییتره، ویراست می‌نویسن آدما و منتشر میشه، خیلی جالبه. اینو من اونجا هم منتشر میکنم. و یک دو سه سایت دیگه هم هست به اسم، یکیش هست فیلو، یکیش هست تماشا، نماشای همچین چیزی، اونجا منتشر میشه. خب هر نظری داشتید بنویسید، پیشنهاد یا غیره. من فقط این دوران انتخابات به این مسائل سعی می‌کنم بپردازم، چون در مواقع دیگه مسائل زیاد رسانه‌ای دیگه هستش. ولی خب انتخابات چون واقعا هم بازدیدش بالاست، هم این که اهمیت داره این انتخابات، نتیجه این انتخابات واقعا تاثیرگذاره، خودم هم علاقه دارم مسائل دنبال کنم. فعلا همگی خدا نگهدار. هر نظری داشتید بنویسید.